قبل از اینکه وارد بحث قرعه کشی بشیم اجازه میخوام اطلاعیه‌ای رو که کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در اختیار من گذاشتن رو خدمت شما بینندگان عزیز و همینطور نامزدهای محترم قرائت بکنم. آقا نمیخواد قرائت بکنی. برای کی میخوای قرائت بکنی؟ قرار شد پاچه نگیریم دیگه. بابا دندون ما رو کشیدن. بعدم قبل تو نه 67 نه 78 نه 88 اینا رو نمیگیم. درست آقای رئیسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اینکه درسته یا نیست سخن آن است که درست است، اما واقعا مشکل ما درست است. ما که هرچه دیدیم نصفه بود. تشکر میکنم جناب آقای روحانی. جناب عالی 2 دقیقه فرصت نقد دارید. چی رو نقد کنم آخه؟ این فقط گفت درسته 2 تا نصفه. ایشون اصلا مال این صحبت ها نیست. 6 کلاس کلن سواد خوندی، میخوای با من که دکترامو از گلاسکو خریدم بحث برجام بکنی؟ الان من بحث کیک زرد بکنم اینجا برمیگرده میگه در دولت شما مردم کیک زرد نخوردن. اون یکی قالیباف هم که ما رو با 96% خفه کرده. اصلا همین آقای میرسلیم، بنده سوالم اینه شما هنوز ریش سیبیل تعیین تکلیف نیست، بعد میخوای آینده مملکت رو تعیین تکلیف بکنی؟ آقای هاشمی تبا هم که خستن، بعد نهار ظهر جمعه هم میخوام برن بخوابن، ایشون آوردیم مناظره که اصلا خستگی از چهرهش هم مشخصه. فقط یه اسحاق برای ما مونده که اونم از امروز داره خیلی خفیف به ما حال میده. قرعه کشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی که باید به سوال بعدی پاسخ بدن. بله، نامزد محترم شماره 2 جناب آقای رئیسی. مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی دولت شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سخن آن است که آخه بابا من و تو که جفتمون از یه طویله اومدیم بیرون ها، واسه ما که دیگه افه نیا که یه ریش و فلفل نمکی کردی، عمامه رو سوسولی کردی، فکر کردی خارجی شدی. بله، سخن آن است که در رابطه با اولویت‌های سیاست‌های خارجی بنده خودم در حوزه درس خارج فقه و اصول خوندم، فیلم‌های خارجی زیادی دیدم. منزل بنده همونطور که فیلمش هم هست خارجی صحبت کرد، پسران همین آقای قالیباف که ماشاءالله همه خارجن. اما اولویت سیاست‌های خارجی بنده در دولت کار و کرامت اینه که خارجی‌ها رو کلاً دار بزنیم. سخن این است که چرا در دولت قبلی این کار انجام نشد. تشکر میکنم از جناب عالی. جناب آقای روحانی، جناب عالی 2 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید. من تعجب میکنم آخه تو رو چه به سیاست خارجی؟ NPT رو میگه MPT سیاست خارجی. تنها چیزی که از سیاست خارجی به تو رسیده اینه که خارج باقی. شما کارنامه دولت 11 رو نگاه کن. ما با افتخار اعلام میکنیم کلی از رفقامون رو 1000 میلیارد گذاشتیم کف دستشون، ساختیمشون، فرستادیمشون خارجه. آخه ابرام چارکله با آویزون شدن به مقام عظما که ماست مایه نمیگیره که. تو دولت تدبیر امید همین ممجواد ظریف ما هر شلنگ تخته‌ای بخوای انداخت که ما یه جوری آویزون خارجی‌ها بشیم. بنده خودم 10 تا بسته شارژ خرج کردم تا یه بار اوباما جواب تلفن بنده رو بده. مگه گذاشتید شما؟ ماشاءالله رو که نیست. الا برکت الله. خب قرعه کشی میکنیم برای انتخاب سوال جناب آقای رئیسی. جناب آقای رئیسی، سوال جناب عالی این هست: وجه تمایز سبک زندگی ایرانی اسلامی از سبک زندگی غربی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سخن آن است که من یه بابایی از تو درارم که برجام از چشت بزنه بیرون. میخوای سبک زندگی عظما رو عوض بکنی؟ سبک صورتتو عوض میکنم من بعد مناظره وایسا بیرون. بله، سبک زندگی غربی یک سری شاخصه ها داره که ما در سبک زندگی ولایی بدلشو زدیم. مثلا اینا کنسرت دارن، ما این رو ارتقا دادیم به لغو کنسرت. اونا آزادی پوشش دارن، ما لغو آزادی پوشش داریم. اونا آزادی مطبوعات دارن، ما لغو آزادی مطبوعات داریم. کلا برنامه بنده لغو مداره در کلیت. البته یه چیزی هست که تو سبک زندگی اروپایی اونم هست لغو اعدام، که درست تو همین جا بنده با هوشیاری بدلش رو زدم و اعدام رو نهادینه کردم، که البته این تنها نقطه قوت دولت آقای روحانی هم بوده و خیلی خوب عمل کردن در زمینه اعدام. قرعه کشی میکنیم برای نامزد محترم بعدی.
نامزد محترم شماره 5 جناب آقای روحانی. کشور عزیز ما ایران امن‌ترین و قدرتمندترین کشور منطقه است. برنامه و راهکار جناب عالی برای استمرار، استحکام و توسعه قدرت دفاعی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ جناب عالی 4 دقیقه فرصت دارید پاسخ بفرمایید. در مورد این قدرت منطقه‌ای که فرمودید که واقعا گل گفتید، از اون ورش در اومدید، به خصوص بعد از قضیه برجام و داستان موشکایی که به فرودگاه دمشق زدن و بعدم کارهایی که حماس داره با ما میکنه، واقعا الان خیلی قدرت داریم آقا، خیلی قدرت داریم، خیلی. آقا ما که هیچ وقت نگفتیم قدرت دفاعی نداشته باشیم، موشک نداشته باشیم. ما گفتیم آقا روش ننویسید مرگ بر فلان، مرگ بر فلان. آقا موشک درست میکنیم، خب روش بنویسیم کفتره کاکل به سر، وای وای این خبر از من ببر، وای وای. من این چه بدی داره؟ خب همینو بنویسیم. یا مثلا روی موشک‌های بلندترمون هست بنویسیم ای یار قشنگ مو بلند مشکی پوشم، با لنگ ابروات شرق شرق نزنی تو گوشم. دقت شما بفرمایید، یعنی زدن هم هست، ما نگفتیم نزنیم، اما با لنگ ابروات بزنی کجا، با موشک سجیل بزنی کجا؟ خیلی متشکرم. جناب آقای رئیسی، جناب عالی 5 دقیقه فرصت پاسخگویی دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. من واقعا اعتراض دارم، چرا اینقدر به من زمان میدید؟ سخن آن است که من اصلا حرفی برای گفتن ندارم. ما کلا دادگاه برگزار میکردیم 2 دقیقه ماکسیموم، 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشید. بعد شما اینجا میگید نوبت شماست، نوبت شماست. سخن آن است که چرا به دولت قبلی نمیدید شما این صحبت ها رو و زمان ها رو؟ تشکر میکنم از جناب عالی. جناب آقای رئیسی 1 دقیقه و 38 ثانیه از زمان باقی مانده امروزشون هست. طبق اعلام کمیسیون 58 ثانیه هم از جلسه قبل فرصت دارن. مجموعاً میشه 2 دقیقه و 36 ثانیه. من روی 2 دقیقه و نیم تنظیم میکنم، 6 ثانیه‌اش رو اونجا محاسبه میکنم. جناب آقای رئیسی تقاضا میکنم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا مثل که شما اصلا حالیتون نیست، من دارم چی میگم. هی 2 دقیقه اونجا داشتی، 30 ثانیه اینجا داشتی، 3 تا سالاد، 2 تا نوشابه، یه دونه ماست اونور. ما گفتیم همون اولش هم گفتیم دیگه بابا سخن آن است، بس دیگه ما خسته شدیم، جمعش کنید آقا، سخن آن است. چرا به دولت قبلی سخن آن نیست؟ از نامزدهای محترم و عزیز صمیمانه متشکر و سپاسگزارم به خاطر همراهیشون. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که همراه برنامه مناظره بودید.